این کامل ترین آموزش سایه اسموکی اینستاگرامه. اول از همه کانسیلر بزن پشت پلکت. با یه بیوتی بلندر نمدار بلندش کن. خوب دقت کن، این مهمترین مرحلهشه. پلکتو به 3 قسمت تقسیم کن، هم افقی هم عمودی، اینجوری که 1 2 3 از زیر ابرو 1 2 3. یکی از فرقای اصلی میکاپ توی سالن با خونه اینه که ما تو سالن سایه‌ها رو 2 مرحله‌ای انجام میدیم. اول چرب کار می‌کنیم بعد خشک. حالا ما اولین مرحله که چرب رو انجام میدیم. از یه همچین پالتی میتونید استفاده کنید یا هر پالت چربی که دارید. من از پالت کانتورم استفاده می‌کنم. از رنگ تیرش با یه همچین براشی برمی‌دارم. توی نقطه 3 پلکمون می‌ذاریمش، یعنی اینجا. حالا با یه همچین براشی شروع کن به فید کردنش. از نقطه 3 تا نقطه 2 فید تو بیار، چه بالا چه جلو. یه پودر فیکس بیرنگ بردار و کل پشت پلکتو با حجم خیلی کمی از پودر فیکس خوش کن. یه همچین قهوه‌ای تیره‌ای بردار از روی پالت. دوباره سایه‌تو توی نقطه 3 پلکت بذار. با یه بلندینگ براش تمیز رنگو از نقطه 3 شروع کن دورانی بلند کن و تا نقطه 2 بیار. اگه احساس کردی سایه‌ت کم رنگ، دوباره رنگتو شارژ کن و اضافی کن. با یه براش تمیز از رنگ کرمت بردار و جلوی چشمت و زیر ابرو دقیقاً نقطه 1 رو خوش کن. دوباره از رنگ سایه‌مون توی نقطه 3 چشممون میذاریم. این دفعه لبه هاشو فقط فید می‌کنیم به سمت بیرون، به سمت بالا و به سمت جلو. کل رنگو فید نمی‌کنیم. اینجوری یه نقطه متمرکز تیره انتهای چشممون میمونه. سایه‌هایی که ریخته زیر چشمت رو تمیز کن. میکاپ پوستم انجام میدم برمیگردم. از همون قهوه‌ای که به بالای چشمت زدی با یه همچین براش کوچولویی بردار، به زیر چشمت تا نقطه 2 بزن. حالا با یه همچین براش بلندینگ کوچولویی بیا مرزاشو از پایین بلند کن. حالا یه مداد مشکی بردار و لثه چشمت رو تا وسط نقطه 2 تیره بکن. واترلاین بالات هم همونجوری مشکی کن. واسه جلوی چشمت یه خط چشم خیلی ظریف بکش. ریمل بزن. توی این مرحله میتونی موج مصنوعی هم بذاری. تموم شد. اگه رنگ لنزم هم دوست داشتید توی کپشن پیجشون رو تگ کردم.